با خرید شروع میکنیم. سوار این گاریه میشیم. رانندمون هم جینگول پسره. های اومدیم خرید سبزیجات برای هاتپات و کاهوه باکچوی میخواستیم. انواع اقسام گوشت، لم، پورک، بیف. سالمون، موچی، ولی خب این واسه دسر، قارچ اناکی، نودل هاتپات، بیس سوپ، میکس توفو و توپک ماهی و میگو. همه چیز رو میشوریم، قارچ قروچ میکنیم. سعی میکنیم خیلی خلاقانه بچینیم داخل سینی، ولی شاید شکست بخوریم. شکست نخوردیم. اینم نتیجه. به خدا خیلی وقتمو گرفت. اینا بیس سوپ هستن که با آب جوش قاطی میشن. بله اینجا داریم چیلی اویل درست میکنیم. میریم سراغ آماده سازی میز. و تدا، اینم از میزمون. یه خورده فضا رو اشغالانه میکنیم. به کرده خود مفتخریم. شما فقط نتیجه رو ببینید. وای! یه خورده هم از این چستی ها میایم، ولی من دیگه میرم. شما بقیه رو داشته باشید.